دل پیروز قهرمان هم سلام می‌کنم و دعا می‌کنیم برای پیروزی کامل اونها. وزیر محترم امور خارجه در کدام خود وفا کنید و سوگندهای خود را پس از استوار کردن آنها مشکنید، با اینکه خدا بر خود ضامن و گواه و انسانیت قرار خواهد داشت. متاسفانه تنزایی و تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت در سرزمین‌های فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس در نهایت